سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم ورد هاردکورمون رو شروع کنیم و خب اینجا داشتم اسم براش انتخاب میکردم یادمه و آره دارم این ویدیو رو وایس اوور میگیرم. چرا؟ چون به هر دلیلی OBS دوست نداشته صدامو رکورد کنه. ببخشید دارم توپق میزنم، واقعا خیلی سخته. صدا خودم دارم میشنوم و برام عجیبه یکم. آره وردمون ساختیم، وارد ورد شدیم. اینجا داشتم یکم با تو سلام و احوال پرسی میکردم. مپمو نگاه، گوشی چرا باگه انقدر؟ آره ببخشید درباره باگ بودن اون مپه. درست شد، ایول. فقط میخواست منو ضایع کنه. خب آره مثل هر وردی بیایید بریم سراغ چوب و سنگ کندن. بعد از این قضیه میبینمتون. خب من برگشتم. آره اینجا تولزامون رو میسازیم. خب ببخشید. آره داشتم میگفتم تولزامون رو میسازیم و داریم میریم برای گشتن، برای یه جایی برای زندگی. نه گشتن دنبال یه جایی برای زندگی. و خب آره یه ویلیج یه چیزی دیدم برمیگردم. خب من برگشتم. اینجا داشتم درباره این که آره جلومون کلن اوشن و این چیزا حرف میزنم و داشتم میگفتم من میرم تو اوشن و اگه به استارک چیزی رسیدم خبرتون میکنم. پس برو بریم ببینیم چی میشه این اوشن رفتنمون.
اتفاقا رو تا اینجا دیدید و از اینجا به بعد من یه سری توضیحات باید بدم، چون هم یه سری چالنجا داشت هاردکورمون، یعنی یه سری چالنجای در همین راه مثلا تا به اینجا رسیدن گذاشتم و خب یه سری کارهای باحال انجام دادیم. اون استیکه که میبینید اونجا وسط ویدیو، یکم من کلاماتم گم میکنم، بازم میگم ببخشید چون صدای خودم میشم دارم دیوونه میشم، مطمئن باشید دیوونه میشم. خب داشتم میگفتم آره اون استیک قراره تا آخر بازی با همون باشه، چون اون استیک افسانه‌ایه، اون استیک رو هیچی حق نداره تو این سری بهش دست بزنه. و خب یه چالش دوم دیگه ای که داریم، من تا 100 روز ماینکرافتی نمیتونم از توتم استفاده کنم و پورکشاپ هم کلن تو این سری نمیخوریم. فکر کنم الان پورکشاپ یکم برداشتم تو اینونتوریم و آره فکر کنم اگه پورکشاپ برداشتم آره ببخشید، ولی کلن قرار نیست پورکشاپ بخوریم. واره این بود تا اینجا این ویدیو، واقعا از کوتاه بودنش معذرت میخوام و حتما ایدهاتون رو برام داخل کامنت ها بنویسید. اینجا که نشون دادم فکر کنم روز یکم یا دوم بود، آره روز یکم بود. من بعد از این که ویدیو رو قطع کردم یه کوچولو در حد 1-2 روز ماینکرافتی پلی دادم و بستم گیمو و آره بیاید همینجا از هم جدا شیم و حتما ایدهاتون رو برام داخل کامنت ها بنویسید و مثل همیشه خب اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظراتتون رو داخل کامنت ها برام بنویسید و چنل رو برای حمایت از من سابسکرایب کنید. و اینم بگم قبل از این که برید برای ویدیو بعدی ببینید آخ ببخشید اصلا واسم نوب صدام داره ضبط میشه، آی ببخشید. خب آره داشتم میگفتم اینجوریه که قرار تو این سری چالشات داشته باشیم. حتما هم شما چالشاتون رو برام داخل کامنت ها بنویسید و تا ویدیو بعدی بای بای.